استفاده دور اول این طرحی به خوشبختی ها رهبلد ملت در فشار پست اثبات آن گشت. اما اقرار باید شد که آسان نبود به این روزهای بنیادی دست یافتن و ملت را به راه سالمی به خوشبختی ها رسانیدن ها. الحال نیز پیدا می شوند بدخواهان ملت از نطفه این قوم که به سایه نور سنگ افکندنی می شوند. حال آنکه نور سایه ندارد، آن گرمی و روشنی و محبت سازندگی ها پیش می آورد و کل سایه ها را آتش زده راه به قله مراد نشان می دهد با راهبری مردی دلاگاه و مورد شناس چون امام علی رحمان. و این لحظه تأکید او پیش نظر خاطر جلوگر می شود. استقلالیت واقعی تاجیکستان را به بنیاد نیروگاه راغون تأمین کردن امری محال است. دانسته باشد که نجات دهنده اقتصادیات و معنویات ملت تاجیک تنها خود ماییم. در این راه بجز خداوند کسی دیگر ما را بی‌غرضانه دستگیری نخواهد کرد. این فرموده عاشق زندگی است، هوادار ملت است، سرسپرده راه آزادی و آبادی کشور و ساکنان دیاری در گذشته جبر تاریخ دیده که برای به قله مراد رسیدن کل همزبانان همزمان عاشقانه تلاش دارد. به ماهیت این فرموده و جان نثاری و تلاش های شبانه روزی این مرد دلاگاه و مورد شناس همان وقت می رسیم که چون او در تلاش رسیدن به خوش روزی ها کاری از دستمان آمده را باید انجام دهیم و با محبت خاصه وطنداری مثل او تلاش داشته باشیم و طور همیشگی. زین رو بازم فرموده استاد گلرخسار تکرار می یابد این لحظه: وبای عشق را آسان نگیرید، زورش ماتمی فردای عشق است، دوای عاجل این مرگ قاتل فقط احیای عشق است. سنگ وزین را بیا در پشت من مال، هر قدر نبود برایم سهل آسان. همچو مور میکشانم تا به منزل، تا نمایم سنگری در بند ساحل. از رگ و از رشته جان بند بافم، من به ناخن تخت سنگی را شکافم. خاک و سارونج میکشانم من به دامن، تا شود در غات را کفشیر و جوشن. تا شود دیوار محکم کتر ز پولاد، بگزند از گرمی و باران و از باد. خیز با من مردمی زور و شرفمند، پیش دریای بزرگ تا شود بند. تا کیراغون را به دست خیش سازیم، تا به گردون سرکشیم و سرفرازیم. این خبر بالا شود تا اوج علا، بررسد عکس صدایش تا ثریا. و بازم با خاطر روشن‌تر گشتن ماهیت استقلال و سازندگی های چون ایمار کاخ نور تمنیات استاد روانشاد لایق را تکرار خواهیم کرد برای شما هواداران آبادی و آزادی کل. بانگ جشن تاجیکان آید همه، غلغل سامانیان آید همه. از بخارا بر دوشنبه شریف بوی جوی مولیان آید همه.